سلام، من فزیام و این اولین ویدیو کانالمه و ما از این به بعد هر روز ویدیوی کشتی کج داریم. پس اگه تو هم جزو طرفدارای کشتی کج تو ایرانی، کانال رو دنبال کن چون مطمئنم که عاشقش قراره بشی. چرا من این ویدیو رو دارم میسازم و چرا من این کانال رو راه انداختم؟ یک دلیل ساده داره. امروز که داشتم از خودم سر کار بودم و دنبال فایل برای اجاره و ملک و اینجور چیزا میگشتم، یهو به سرم زد که چرا ما یک کانال خوب کشتی کج داخل ایران نداریم. کلی منبع هستش که فایل‌ها رو میتونن بذارن و میذارن، ولی هیچ کانال خوبی که هر روز بمونه اخبار کشتی کج رو ساپورت کنه وجود نداره. و با خودم فکر کردم، من قبلا یه یوتیوبر بودم که 4 سال پیش 21 تا سابسکرایبر داشتم. الان میتونید چک کنید الان. و دلیل این که این کانال رو توی توضیحات اون کانال نمیذارم اینه که اگر این کانال شکست خورد، کسی خبری ازش نفهمه دیگه، کسی نفهمه، به قول خودش کسی نفهمه که این کانال شکست خورده. ولی از این به بعد هر روز تو این کانال ویدیو میذاریم. فردا شب شو راهه و پس فردا ریویو اون شو راه رو میذاریم. و دلیل اینکه این کانال رو ساختم همین بود. شما ایرانی‌ها احتیاج دارید به اینکه محتوای کشتی کج خوب ببینید و اخبار کشتی کج برای شما هر روز دنبال بشه. بخاطر همین این ویدیو رو تقدیم به شما میکنم و این کانال رو چون جزء علایق خودم دوست دارم راجع به این موضوع صحبت کنم، میتونم کلی افراد دیگه که به این موضوع علاقه‌مندن هم پیدا کنم و یک کامیونیتی کوچیک تشکیل بدم. میدونم این کانال جزء اون کانالایی نیستش که قراره مثلا 200 تا 300 تا سابسکرایبر داشته باشه، ولی اون کامیونیتی و اون جمع از افرادی که به یک موضوع خاص با هم دیگه علاقه‌مندیم باعث میشه که من این کارو ادامه بدم. من خیلی برام شیرین و خوشحال کننده، چون کانال قبلیم با اینکه سابسکرایبر زیادی داره و درآمد خیلی خوب میتونستم ازش داشته باشم، دلیل اینکه ادامه ندادم این بود که علاقه نداشتم به اون موضوع. ولی خب اینجا راحت دارم. پس شما سابسکرایب کنید تا عضو خانواده فزفهم بشید. خیلی خوب، بزنید به چک.